بر اثر گودبرداری غیر اصولی ساختمانی فرو ریخت و جمعی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. این تیتر آشنایی برای اهالی رسانه و مخاطبان آنهاست که هر از گاهی جلب توجه می‌کند. آخرینش همین 3 هفته قبل بود. ریزش ساختمانی در شرق تهران و مرگ 3 تن. علت نبود نظارت و کوتاهی سازنده و مالک. حالا سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصمیم گرفته در حرکتی ضربتی بر ساخت و ساز ساختمان‌های شهر تهران نظارت کند. نظارتی که حدود 15 سال دچار اختلال شد. انشالله شروعی باشه برای اینکه بتونیم سیستم جدیدی رو توی سازمان داشته باشیم و بازرسی خوبی از ساختمان‌ها به عمل بیاد. بنابراین هست قبل از گودبرداری وارد بشیم، چون تو وقتی که گودبرداری در حال انجام هست حتی بحث جلوگیری هم نمیتونه چاره ساز باشه. ما در حال تخریب، در مرحله تخریب قطعا بهترین اقدامات انجام میشه که تو اون مرحله از ناظرمون میخوایم و مهندسای محاسب که حضور داشته باشن و بحث طراحی ساز نگهبان و اجرای اون رو دنبال بکنن. و با یکی از گروه‌های نظارتی همراه شدیم تا نمونه‌ای از گودبرداری اصولی را مشاهده کنیم. جلوگیری کردن از برخوردمون به داخل پروژه. انشالله در اولین فرصت ما از طریق سازمان مجددا به پروژه بررسی خواهیم کرد. حتما ممکنه مسائلی توش باشه که نمیذارن ما بریم. وقتی نظام مهندسی ناظر هست و میخواد بازرسی بکنه دیگه اجازه گرفتن معنا نداره. من عرض کردم خدمت دوستانم، گفتن اگر بدون اجازه است خب بفرمایید، اگر دارین اما کسب تکلیف میکنین اجازه بفرمایید. من شاهد بودم که بعضی از همکارای شما اجازه ندادن. گفتم نمیتونستم با اجازه بنده بود. بازرس حق داره هر لحظه‌ای ورود کنه به ساختمان و کار بازرسی خودش رو انجام بده. این موضوع باید جا بیفته توی سیستم در واقع جامعه کشور. ما اومدیم در یک پروژه‌ای که به گفته دوستان گودبرداریش اصولی بود، با این مشکلات مواجه شدیم. حالا بریم یه جایی که میگن گودبرداریش غیر اصولی هم هست، ببینیم اونجا دیگه چه جوری میشه. و این هم ساختمان سازی با گودبرداری غیر اصولی. آقای مالک نمیای صحبت کنید؟ چرا آقا؟ خب ببینید، خب بیا به هر حال من یه نکته رو عرض کنم. این قسمت در واقع شما بیایید صحبت بکنید، هیچ اشکالی نداره. شما آیا صاحب صلاحیت هستید در ساخت و ساز؟ جایی به شما مجوزی برای ساخت و ساز شهری دادن یا ندادن؟ والا نه، مجوز ندادن. ما الان بریم ترک‌های داخل این ساختمان مجاور رو ببینیم که آقای مهندس اشاره کردن. این خاک‌پردازی که اینجا انجام شده بدون اجازه ساز نگهبان خاک زیر پی حرکت کرده و این ترک اینجا ایجاد. خب چقدر احتمال ریزش این ساختمان هست؟ والا من تقاضای تخلیه کردم اینجا رو گفتید باید تخلیه بکنید. شما مالک هستید، مالک این ساختمان. هیچ شکایتی ندارید از این ترکی که چرا؟ من خودم رفتم شهرداری، اتفاقا به خاطر همین رفتم نایسه. شهرداری گفت هیچ مشکلی نیست. خب چرا شهرداری گفت مشکلی نیست؟ شهرداری دیگه من نمیدونم، اونا بر اساس همون چیز خودشون میگن، آمار خودشون میگن، بر اساس اطلاعات خودشون، ولی با آدرس نظام مهندسی وقتی که یا مهندس ناظر اینجا نظری میده باید بر اساس اون اجرا بشه. خب الان شب با خیال راحت میخوابید تو این ساختمان؟ بچه‌هامو یه سری میبرم خونه فک فامیل ترشه برای شما تو خونه فامیل. این سازه نگهبانیه که اجرا کرده. بنابراین اصلا اصولا از نظر فرهنگ ساخت و ساز این پروژه مشکل داره. مالکی که در صورت تحصیلاتش مرتبط نیست ما نمیتونیم، وقتی که اتفاق میفته میگه من ناظر داشتم. ما امیدواریم که با این نظارت‌ها و حتی نظارت‌های بیشتر از این دیگه شاهد اتفاقات ریزش ساختمان و خسارات جانی و مالی به هموطنان عزیزمون نباشیم. مجید ضابطی، خبرنگار شبکه خبر.